خب بچه ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برای بچه های ایران، حالا اگر که بتونید اونایی که دوست دارن و قصد دارن مهاجرت تحصیلی بکنن، من خب چون خودم هم دنبال پست پوزیشن هستم الان، چون من پی اچ دی مو تموم کردم تقریبا. خیلی میبینم که پی اچ دی اسکالرشیپ توی دانشگاه گریفیز هستش. خب من میخواستم که حالا اینا رو با شما شیر بکنم. بچه‌ای که قصد مهاجرت تحصیلی دارین، مایکروبیولوژی خوندین و مایکروبیولوژیست هستین، حالا مستر دارین و سابقه کاری دارین، میتونین برای این پی اچ دی ها با توجه به بک‌گراندتون اقدام بکنین. مثلا چیزایی که من اینجا میبینین، این یه دونه پی اچ دی اسکالرشیپ اینجاست، یه دونه اینجاه، یکی اینجاه دارم میبینم من. خیلی پی اچ دی اسکالرشیپ زیاده. یکی اینجاه باز وقتی که نگاه کنین، حالا نوشته راجع به چیه. Unraveling glycan modulation of the immune system. دوباره PhD scholarship decoding arbovirus host interaction. حتی برای بچهای ویرولوژی، برای ویرولوژیستا، برای کسایی که ویروس شناسی در واقع خوندن هم میتونن اقدام بکنن. دوباره یکی دیگه اینجا ماشین ویژن. البته باید ببینم که دقیقاً اینم مربوط به دیگه، البته اینم میشه ببینیم PhD scholarship validate novel salivary biomarkers for the early detection of the liver fibrosis. این برای فیبروز کبدی هستش که شما ببینید میتونین اقدام بکنید. دوباره یکی دیگه PhD scholarship synthetic biopolymer protein conjugates for enhanced mucosal delivery of the drugs and antigens. اینم خیلی خوبه. ببینید اینجا در واقع اسم کمپسش هم نوشته نیتن کمپس، چون دانشگاه گریفیز توی ایالت کوینزلند استرالیا توی شهر گولد کوست هستش، ولی خب کمپس های مختلف داره. این کمپس نیتنش هستش که کمپس خوبی هم هستش و اینا همه پی اچ دی اسکالرشیپ هایی هست که شما میتونین. حالا بزنین یکشو من بزنم ببینم که مشخصات چی میاره. خب توضیح داده. ببینین گریفیث یونیورسیتی هستش، کوینزلند استرالیا، و گفته دیگه پی اچ دی اسکالرشیپ. این هم تایتل در واقع هم موضوعی هستش که قرار روش کار بشه. این هم آدرس دانشگاه هستش که زده پرایمری لوکیشن بریزبن ساوث نیتن. همون کمپسی هستش که در واقع توی جنوب بریزبن هستش. این کمپس گولد کوستش نیستش بچه ها. و اینکه اپوینتمنت تایپ هم زده فیکس ترم که قطعا برای همون 3.5 تا 4 سال هستش دیگه. خب اینجا چون پی اچ دی در واقع توی استرالیا شغل محسوب میشه دیگه، جاب محسوب میشه و شما بابتش حقوق دریافت میکنی، یا همون بورسیه و اسکالرشیپ که مثلا اینجا زده. الان مثلا ما یک کسی رو میخوام که مثلا بیاد روی این موضوع کار بکنه و فوکسمون هستش روی مثلا دیزاین و دیولپ فانکشنال بایوپولیمرز و تارگت میکوزا مثلا فلان. حالا بعد خودتون وارد سایت بشین و ببینین. و این برای بچه‌ای هستش که حالا اینجا هم آنرز خوندن، بچلر دارن یا مستر، چون توی ایران اگر میخواین اقدام بکنین باید حتما مستر داشته باشین. و اینکه حالا اگر بک‌گراند خوبی هم دارین حتما باید بذارین توی رزومتون. و وقتی که میخواین اقدام بکنین، اگر که اکسپرشن اینترستی دارین باید به این آدرس ایمیل بفرستید. اینجا این آدرس ایمیلی که میبینین باید برای این بفرستین که گفته که چی باید بذارین دیگه. اگر یه ریسرچ پروپوزال داشته باشین که خیلی خوبه، مثلا در مورد این عنوان اگر که دارین، و یه اویدنسی که نشون بده در مورد شما که مثلا حالا سی وی تون باید باشه، اکادمیک ترانسکریپت یعنی اون نمرات دوره مستر، حالا فکر میکنم نه بچلر، مسترتون رو باید بذارین، سی وی تون و 2 تا هم باید ریفری اینجا بذارین، یعنی 2 نفری که بتونن شما رو معرف شما باشن. مثلا از استادای قدیمیتون، کسایی که شما رو میشناسن، یا کارفرماهاتون رو باید بذارین که در مورد شما خوب بتونن هم بدونن همین که بشناسنتون. و اینکه کل پروژه مربوط میشه مثلا به این کانتکت ایمیل و اینکه میتونین اینجا بفرستین براشون. حالا اگر که برگردیم، چون که دیدین که چند تا اینجا بود، خب خیلی خوبه. شما برای هر شغل و جابی که میخواین حتما سعی کنین که برین توی همون سرچ جاب مربوط به حالا اون دانشگاه مد نظرتون، چه استرالیا چه کشورهای دیگه، به هر حال باید همین سیستم داشته باشه. و اینکه میتونین بگردین و اگر که پی اچ دی اسکالرشیپ دیدین، حالا با توجه به اینکه رشته ها چی میتونه باشه، مثلا این یکی بذارین ببینم که این در مورد چیه. اینو ببینین مثلا NIISQ Exploring Mitochondrial Transplantation as a Therapy for Neural Repair. مثلا این تایتلش اینه. باز حالا باید مربوط میشه به کسایی که بک‌گراند مثلا
اینجا گفته دیگه we are looking for a highly motivated PhD candidate to investigate mitochondrial transplantation as a potential therapeutic for traumatic brain injury. میبینین تایتل موضوع اینه. حالا خیلی هم نگران نشین که بک‌گراند ما این نبوده و اینا. معمولا کسایی که توی این همین رشته های زیست سلولی مولکولی حالا یا بیولوژی یا ساینس باشن یا مایکروبیولوژی میتونن اپلای بکنن برای این، حالا یا نورولوژی حتی فیزیولوژی، همه این رشته ها میتونن اپلای بکنن چون خیلی ربطی نداره، چون اصلا پی اچ دی موضوع جدایی. خوبه که یه بک‌گراندی داشته باشی. البته اینجا گفته دیگه، ببینین کوالیفیکیشنش گفته کسایی successful هستن که scientific backgroundشون توی neuroscience باشه و cell biology is desirable. مد نظرشون اینه بچهای همون رشته های سلول مولکولی، مایکروبیولوژی و neuroscience. And گفته که you will have evidence of the passion for conducting basing and translational research with a strong desire to undertake research in neural repair. expression of interestتون رو باید بفرستین، سی وی تون رو و اینکه نمرات دوره مسترتون رو و اینکه میتونین اپلای بکنین. البته اینجا گفته که میخواین اپلای بکنین باز باید تو خود دانشگاه بفرستین رزومتون. اول باید بفرستین برای این آدرس ایمیل، بعد اگر که خوششون بیاد میتونن به شما بگن که بتونین اپلای بکنین. حالا باید توی خود این سیستم برین و ببینین که دقیقاً از کجا میشه اپلای کرد یا حتی ایمیل بزنین به این آدرس ایمیل رزومتون و تمام مشخصاتتون.